در نمازها استاد بسیاری بعد فکر رو به هر طرف پریشان میشود. خیلی دعا میکنیم، نمیدونم چی سبب باشه دعاها قبول شدنش، ای سبب گناه باشه یا که ای سببی که زود خسته میشویم، نمیدونم ای چی سبب. پریشان شدن فکرها در نماز واقعا بله خاصتا در این زمانه بسیار است و مبارزه با شیطان. وقتی که شما الله اکبر که گفتید، قامت که گفته شد، شیطان میگرزد. وقتی که نماز سر کردید میبیاد میگوید که فلانی رو به خاطر بیار، فلان کار رو به خاطر بیار، حتی شما فراموش میکنید که چند رکعت شد. فکری آدم رو میگیرد، بنابراین مبارزه میبرید. و ببینید وقتی که سلام میدادن پیامبر صلی الله علیه و سلم از نماز فرض، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله، نماز فرض تمام شد، شما فرمان الله تعالی رو اجرا کردید. فرضی که در گردنتون قرض بود و ادا کردید، یکمین کلمه‌ای که بعد سلام از فرض میگوید استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ای الله گناهم را بخش، گناهم را بخش، گناهم را بخش. برای چی؟ چون که در داخل نماز یک دنیا خطاگی کردیم، یعنی فکرامو در دنیا بود. این یک. دیگر اینکه نمازهای سنت و نمازهای نافله مانند 8 رکعت نماز ضحی، اقلا 4 رکعت، اقلا 2 رکعت و اینچنین 8 رکعت نماز تهجد، این نمازها برای چی؟ برای مکمل کردن کمبودی‌های فرض. خاصتا در فرض وقتی که شما اقتدا میکنید به امام یا حتی تنها گزار هم باشید، نمازی که در جماعت میگذارید 27 مراتب از نماز تنها گزار بهتر، تنها گزار باشید با کمبودیش بسیارتر.